سوال استاد مسئله نماز تراویح وقتی که مثال یک چند روز پیش کمتر نماز ادا کردیم استاد فرضی نماز خوانده بودن اونجا بعدا ما شروع کردیم نماز فرضی خواندیم همین سنت تراویح که مقصد ما چه گیم توجیهاتی اما نمازی که تراویح پروپوسکات کردگی همون باید ما وستنید کرده خوانیم یا اینکه نه همین شرط میدادید وقتی که وارد مسجد شده اید نماز خفتن خوانده شده بودن؟ بله نماز خفتن خوانده شده بودن تراویح رو شروع کرده بودن. در این حالت شما میبید به همون تراویح با نیت خفتن اقتدا میکنید تا اینکه در یک مسجد دو جماعت نشود. با نیت فرض اقتدا میکنید وقتی که امام سلام داد خیسته شما دو رکعت دیگرش میخوانید خواه دو رکعت خواه سه رکعت و یک کم رکعت یعنی که دریافت کردید یا که رکعت دویم رو فرق نداره در کدام حالتی که امام رو دریافت کردید بگذار در اتحیات نشسته باشد آمده اقتدا میکنید. بعد اینکه امام سلام داد خیسته شما همچون تنها گذار دوام نماز خفتنه میخوانید. یعنی اگر در اتحیات دریافت کنید خیسته 4 رکعت میخوانید تا رکوع رکعت دوم دریافت کنید خیسته 3 رکعت دیگه خوانده میتید. اگر 2 رکعت تراویح پر را دریافت کنید خیسته 2 رکعت دیگه خفتن خوانده میتید. خفتن 4 رکعت است. بعد سلام دادن از خفتن باز به اقتدا به امام میکنید و چند رکعتی که همراه امام خواندید بعد از آن در آخر امام ویتر میخواند مجبورید شما به امام اقتدا کنید. وقتی که به خانه میرید اگر خواهید با اضافگی خوانید اگر نخواهید همون کفایه است برای اون که آخری نمازتون ویتر شد همین قدر نماز کفایتی میکند. الا اگر کم خوانده باشید و باز امکانیت خواندن داشته باشید اول ویتری پیشینه‌ای که در مسجد خواندید اون ویتر مبدل به جفت میکنید سپس نماز تهجد میخوانید سپس با در آخر ویتر میخوانید والله تعالی اعلم.